به سرترین و عجیبترین دامداری تاریخ خوش اومدید. They brought back giants. A miracle of science. اینجا قطب شمال نیست. اینجا خط تولید غذای لاکچری سال 2060. فراموش نکنید اینا حیوانات معمولی نیستن. They called it the Ark Project. این استخر خون نیست. این مایع مخصوصیه که طعم دوران یخبندان رو به گوشت تزریق میکنه. کنترل کیفیت از همون اول شروع میشه. با اسکنرهای لیزری درصد چربی و عضله رو چک میکنن تا مطمئن بشن لوکس ترین گوشت جهان رو تولید میکنن. We were building a mausoleum. Something extinct for 4,000 years. The Mammoth Steak Production Line. This isn't just meat. It's history. We use DNA from the Siberian ice to resurrect the taste of an era. But life isn't born here. It's assembled. این کوچولو قراره تبدیل به یه غول 6 تنی بشه. اینجا گوشت رو مثل پارچه نمی بافن. دستگاه‌های پرینتر سه‌بعدی بیولوژیک فیبرهای عضلانی رو لایه لایه روی هم میذارن تا تردترین استیک دنیا ساخته بشه. تمام این ماموت‌ها توی مخازن آبی رنگ و تحت نظارت شدید مهندسی ژنتیک کلونسازی میشن. We taught the flesh to remember strength, to achieve its ideal form. زیر فشار پرس‌های هیدرولیک بافت گوشت فشرده میشه تا موقع پخت وا نره. Every piece is tested, scrutinized. Quality control The reanimation is matrix. DNA primers and growth factors. He called it a reanimation matrix. A grotesque perversion of life itself, bubbling in that synthesized womb. It wasn't grown. It was printed, assembled like a machine. They squeeze the water out, preparing it for a soul. the taste of history, engineered for today. حالا نوبت تست نهاییه. آشپزهای رباتیک با دقت میکرونی این استیک ها رو گریل میکنن با قیمتی معادل یه ماشین لوکس. The final rites, cooked by fire from a star. و این هم محصول نهایی. ماموت پرایم، غذایی که 10,000 سال منقرض شده بود الان توی بسته‌بندی‌های شیک آماده فروشه. A future we brought back.